سعید، من ازت یه سوال دارم. اواخر سال 1401 دولت یه سامانه‌ای راه اندازی کرد، سامانه یکپارچه خودرو. خب با توجه به اینکه خیلی توی بازار آزاد نوسان وجود داشت در مورد قیمت خودروها و قیمت خیلی بالا بود، خیلی از افرادی که خودرو می‌خواستن توی این سامانه ثبت نام کردن، حالا یا خودروهاشون رو تحویل گرفتن یا هنوز منتظرن. یک سری دیگه از آدما واقعا برای اینکه ارزش پولشون داشت واقعا از بین میرفت و برای اینکه یک جور سرمایه گذاری انجام بدن اومدن توی این سامانه ثبت نام کردن. یه مدت گذشت، برای مثال یه خودروی مثل تیگو پرو 7 رو کسایی که قبل از عید ثبت نام کردن و اوایل اردیبهشت ماه امسال تحویل گرفتن با قیمت تقریبی 1,700,000 خودرو رو تحویل گرفتن. الان تو کمتر از یک ماه شنیدیم که همون تیگو 7 پرو رو دارن با قیمت 1,200,000 عرضه میکنن. یعنی توی بازه زمانی خیلی کوتاه 400 میلیون تومان اختلاف به وجود اومده و این باعث شده کسایی که قبل از عید ثبت نام کردن صداشون در بیاد، خیلی شاکی بشن از اینکه حالا اونایی که تحویل گرفتن که هیچ، اونایی هم که می‌خواستن که ارزش پولشون رو حفظ کنن اینجا دوباره یه ضرر دوباره متحمل شدن. یه توضیح بهمون بده اصلا ببینم که به گوش تو هم رسیده این موضوع. اتفاقا این چند وقت خیلی از من این سوال پرسیده شده، حتی منو عضو گروهی کردن که خب مالکای این خودروها این گروه رو تشکیل دادن برای اینکه ببینن که اولا آیا نارضایتی نسبت به این سیستم خودرو دارن یا نه و اینکه آیا کسی شکایت داره از اینکه خودرو رو با این قیمت تحویل گرفته و اینکه چه کاری میتونن بکنن برای اینکه این ضرری که متحمل شدن جبران بشه. اتفاقا خیلی جالبه، راهکارهای حقوقی ارائه میدن. خب هم که ماشاءالله کارشناس حقوقی ان، در مورد هزینه دادرسی صحبت میکنن و اینکه کجا شکایت کنن و اینکه حتما باید دادگاه عمومی باشه، چون دادگاه عمومی فقط میتونه، چون دولته و دولت میتونه این شرکت ها رو مجبور کنه که این مبلغی رو که اضافه گرفتن رو در واقع بهشون برگردونه. حتی میگه نه بیاین یه کار دیگه بکنیم، شکایت کیفری کنیم برای اینکه اینا باید تنبیه بشن. تحت چه عنوانی؟ میگه عنوانش مطرح نکردم. گفتم فقط شکایت کیفری باشه که هزینه نخواهیم بدیم. آیا اصلا میتونیم بدیم یا نمیتونیم بدیم؟ خلاصه این که خیلی جالبه این موضوعا و خب بندگان خدا حقم دارن. همونطور که تو هم گفتی تو فاصله یک ماه اینها حدود 400 میلیون متضرر شدن. اما اینکه حالا چه کاری ما میتونیم بکنیم، آیا راهکار حقوقی برای این وجود داره یا نه، خب قابل بررسیه. اولا که خب همه این شرکت ها با خریدارهای خودرو طبق حالا اون شرایطی که تصویب شده بوده یک قراردادی رو منعقد کردن. حالا اونها وقتی که در واقع اون مبلغی رو توی حساب لاک کردن، فکر کنم بوده 100 میلیون بود. ولی اون قرارداد رو ببخشید وسط حرفتون، اون قرارداد مبلغ مشخص راجع به نداشته. آره نداشته. به اینها گفتن که حالا فعلا شما یه مبلغی رو بلاک کنین توی حساباتون. بعد طبق اون قرعه کشی باشون تماس گرفتن و گفتن خب حالا بیاین و شما 2 هفته فرصت دارین برای اینکه برای امضای قرارداد بیاین و این پولی که حالا بهشون اعلام کردن با تلفن رو پرداخت کنین. بنابراین کسی که این قرارداد رو امضا کرده موقع امضای قرارداد میدونسته که چه مبلغی رو قراره پرداخت کنه و میدونسته که اگر این مبلغ رو پرداخت نکنه در واقع امتیازش رو از دست میده و اون 100 میلیون بلوکه رو میتونه پس بگیره. آره میگفته من نمیتونم مبلغ پرداخت کنم، نمیدونستم اینقدر هستش، من منصرف شدم. حسابش رو اعلام میکرده، اون مبلغ هم که مبلغ آزاد شده ای بوده. بنابراین میدونستن که قراره همچین مبلغی رو پرداخت کنن و خودشون رفتن آگاهانه این قرارداد رو امضا کردن و حالا خودرو رو تحویل گرفت. اما خب این اعتراض به حقیه. این مبلغ الان در حال حاضر به فاصله یک ماه مبلغ خیلی زیادیه. پس اینها با توجه به قراردادی که امضا کردن نمیتونن تو دادگاه شکایت کنن. البته که نظر مخالفی هم وجود داره و میگه که میتونن به دادگاه عمومی شکایت کنن و به یکی از اصول قانون اساسی استناد میکنن که ما حق مراجعه به دادگاه رو برای احقاق حقمون داریم. اما به نظر من این اتفاق ممکن نیست و تو نمیتونی به دادگاه عمومی مراجعه کنی. چرا نمیتونی؟ چون این شرکت‌های خودروسازی اراده‌ای برای اعلام قیمت نداشتن. پس کی این اراده؟ میدونیم که اقتصاد دستوریه. بنابراین یک شورای رقابتی اینجا وجود داره که یک فرمولی رو ارائه کرده که اون فرمول هم خود شورای رقابت ارائه نمیکنه. یک سازمان حمایت از مصرف کننده وجود داره که با یه سری فرمول ها و حالا نرخ تورم و قیمت خودرو توی بازار این فرمول رو طراحی کردن و یک قیمتی رو بر اساس اون فرمول ارائه کردن و مصوب کردن که حالا این شرکت های منتاجی باید بر اساس این لیستی که ما دادیم و این قیمتی که ما اعلام کردیم این خودروها رو به فروش برسونن. پس شرکت های خودروسازی اراده‌ای برای اعلام قیمت خودرو نداشتن. پس این تغییر قیمت توی این بازه زمانی
کوتاه بر اساس این مصوبه در واقع مؤخر شورای رقابت. دقیقاً همینطوریه. اونها بعد از حالا عید و سال جدید دوباره یک مصوبه ای رو دارن که خیلی هم اخیراً هستش، فکر می‌کنم شاید اردیبهشت بوده یا شاید بعد از اون، حالا من تاریخش الان یادم نیست، ولی اونها الان دوباره دارن ثبت نام می‌کنن و قیمت رو هم باز مصوبه شورای رقابت اعلام کرده. خب سعیده، تا اینجای صحبت تو ما گفتی که قیمت در واقع مصوب شرکت‌های خودروسازی داخلی قیمتی نیست که خودشون تعیین کرده باشن. شورای رقابت بر اساس حالا فرمولی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان بهش داده این قیمت‌ها رو تصویب کرده. حالا این قیمت‌های مصوب بوده. قرارداد نوشته شده هم وجود داشته، طرفین با آگاهی خودشون اومدن در واقع قرارداد رو امضا کردن، ولی به هر حال یه اتفاقی که افتاده اینه که این بازه زمانی کوتاه و این اختلاف فاحش قیمت تو این بازه زمانی کوتاه واقعا چیزی نیست که بشه به راحتی ازش گذشت. تو اوضاع نابسامان اقتصادی که مردم انقدر به سختی هزینه‌هاشون رو دارن تامین میکنن، الان فکر میکنی که چه راهکار حقوقی ما داریم؟ به نظرم قبل از اینکه راهکارهای حقوقی رو بهمون بگی، یه توضیح خیلی خلاصه از شورای رقابت بده، یه توضیح غیر حقوقی در واقع که همه متوجه بشیم، و بعد برو سراغ راهکارهای حقوقی که وجود داره. ما یک اصلی تو قانون اساسی داریم، اصل 44 هست که میاد بخش‌های اقتصادی رو توی کشور ما تعریف میکنه. میگه بخش حالا مثلا دولتی، خصوصی، تعاونی و اینها رو تعریف میکنه. یک قانونی رو هم در ادامه این اصل تصویب کردن که توی اون قانون یه شورای رقابت تعریف میشه. حالا شورای رقابت چی هست؟ چی کار میکنه؟ شورای رقابت یک نهاد اداری قضایی که در واقع وظیفه‌اش مبارزه با رویه‌های ضد رقابتی توی بازاره. خیلی راحت بخوایم بگیم اینه که وظیفه‌ش اینه که بازار رو تعدیل کنه. حالا فارغ از این که آیا این نقش درسته یا درست نیست، یا تو کشورهای دیگه چنین شوراهای رقابت چنین نقشی دارن یا ندارن، اینه که به هر حال شورای رقابت الان اینجا باید تصمیم بگیره که آیا این قیمت‌ها اضافی گرفته شده، آیا باید این خسارت‌ها به مردم برگرده یا برنگرده. خب مردم که نمیتونن به راحتی بگن خب ما اینجا از حقمون میگذریم، چون که مبلغ قابل توجهیه. بنابراین اینجا ما بهشون پیشنهاد میکنیم که از 3 راهکار حقوقی استفاده کنن. اول اینکه توی سایت شورای رقابت که در واقع اسمش مرکز ملی رقابته، یک پنلی وجود داره که پنل بررسی شکایات هست. غیر حضوری هم هست، آنلاین هم هست. برن شکایتشون رو ثبت کنن، شماره قرارداد رو وارد کنن، مبلغ قرارداد رو وارد کنن، یک کد رهگیری بهشون میده و حالا منتظر باشن تا رسیدگی بشه. راهکار دومی هستش رسیدگی ببخشید غیر حضوریه. بله، رسیدگی غیر حضوریه. البته که شورای رقابت رسیدگی حضوری هم داره و جاهایی که لازم باشه طرفین در واقع دعوا رو احضار میکنه، ولی اینجا به نظر میرسه با توجه به حجم زیاد شکایت ها رسیدگی غیر حضوری باشه. راهکار دوم این هستش که مراجعه کنن به سایت سازمان تعزیرات. اونجا هم یک پنلی وجود داره، اونجا هم شکایتشون رو ثبت کنن و حالا مشخصات قرارداد و قیمت‌ها رو همونطور که گفتم وارد کنن و باز منتظر باشن که رسیدگی بشه. راهکار سوم این هستش که باز برن توی سایت وزارت سمت و اونجا هم این شکایت رو ثبت کنن. حالا اینجا یک تفاوتی بین این 3 سایت وجود داره که وزارت سمت بهتر هستش که حضوری مراجعه کنن. تجربه گفته که اگر حضوری مراجعه کنن و اونجا حالا فرم شکایت رو پر کنن، خیلی راحت‌تر رسیدگی میشه و شاید سریع‌تر رسیدگی بشه. اما همه اینها معنیش این هستش که خب این حجم شکایت‌ها وقتی زیاد بشه، به هر حال شورای رقابت رو مجبور به رسیدگی مجدد میکنه و ممکنه که مصوبه ای رو در واقع تصویب کنه و شرکت‌های خودروسازی رو مجبور کنه که در واقع اضافه مبلغی رو که دریافت کردن برگردونن و به هر حال اینهایی که متضرر شدن ضررشون جبران بشه. البته من این اواخر نمیدونم حالا بهتر میدونی یا نه تو این مورد مطالعه کردین، اواخر شنیدم که در مورد یه خودروی خاص شورای رقابت یه مصوبه‌ای رو تصویب کرده که شرکت خودروسازی رو ملزم کرده که اضافه پرداختی رو مسترد کنه. درسته؟ بله. حالا من اسم اون خودرو رو نمیگم، ولی این مشخص یه مصوبه‌ای هستش که جدیداً تصویب شده و قرار هستش که اضافه مبلغ رو پرداخت کنن. بنابراین راه امید وجود داره، یعنی در عمل اتفاق افتاده. بله، ناامید نشن و حالا به هر حال حجم شکایت‌ها رو زیاد کنن تا شورا مجبور به رسیدگی حالا بشه. امیدوارم که در ادامه این اتفاقات که حالا تموم شدن، شنیدم که توی شهریور ماه هم دوباره طرح دوره سوم هم داره شروع میشه. امیدوارم که لااقل توی این دوره سوم این اتفاقات تکرار نشه. الان یه حجم عظیم از شکایت ها ممکنه روانی شورای رقابت بشه، طرح سوم هم که اضافه بشه واقعا ممکنه که اوضاع از کنترل خارج بشه. همینطوره. حالا امیدواریم که یه راهکار واقعا جدی دولت در این مورد اتخاذ کنه. دست درد نکنه. خیلی ممنونم. قربونت برم.